اگر همسرت نماز نخواند آیا شوهر گناهگار می شود یا نه؟ خب اینجا برادر عزیز، اکن انسانی که همسرش یعنی زنش نماز نخوانه، البته روی گناهگار می شود، باید زن مجبور کند برای نماز خواندن، چون که خداوند برای ما در قرآن امر کرده است که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای آن ذاتانی که ایمان آورده، نگه داره نفس های خودتان و نفس های اهل بیتون، زن فرزندا و اهل بیتون از آتش دوزخ که در دوزخ انسان ها و سنگ ها می سوزند. یعنی که انسان باید که اهل بیت از آتش دوزخ نگه کنه، اونها را امر به نماز کنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم خدا امر کرد که و امر اهلک بالصلاه، و محمد صلی الله علیه و سلم اهل بیت امر به نماز کن. جناب پیامبر میگه هر سحر وقت از خواب میخیستن